بچه‌ها امروز اومدیم با هم بریم یه جای جدید و خوب. اول ببینیم تو گوشی چیه ها داریم. بچه شهر ممنوع بریم. شهر ممنوع هم باید بریم ببینیم چی جوریه. من خودم شهر ممنوع رو تا حالا تو این بازی نرفتم، در همین گفتم با شما بیام. چون من خودم هم بازی تازه دانلودش کردم. به شما هم دعا کنیم چون واقعا بازی خوبی است. بازی بچه موجود است، شما هم دانلود کنید. و این یه جالبی هم داره این بازی، وقتی توی این جاده نزدیک ماشینا میشی یا بهشون یه برخورد ریز داری بوق میزنن. بچه های شرمنده حواسم پرت شد یه رسه. من باید برم این خطر تصادفش رو غیر فعال کنم و میخوام یه تغییرات خوبی به ماشین بدم که اونو در پارت بعدی، پارت 2 براتون میگیرم حتما. این بچه ها این پارت اولی که من دارم واسه شما ویدیو میگیرم. بشیم تو خاکی بشیم اینجا. بچه باید یه ویژگی دیگه که این بازی داره، میاید اینجا و ارتفاع زاویه‌شو میزنید، اینو میزنید. خب اینا این رنگای مختلفی داره و وقتی میذاری روی آبی